فیض‌الله جلال استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل که روز 8 ینور از سوی رژیم فعلا بر افغانستان حاکم طالبان دستگیر شده بود، روز 11 ینور بعد 3 روز آزاد کرده شد. نزدیکان فیض‌الله جلال گفتند که او الکی در خانه‌اش در کابل قرار دارد. در شبکه‌های اجتماعی عکس نوی از این استاد دانشگاه نیز نشر شده که در آن او در کنار چند نفر دیگر در نزد خانه‌اش دیده می شود. هنوز معلوم نیست که طالبان تحت کدام شرایط‌های فیض‌الله جلال را آزاد کرده است. خود وی تا حال این موضوع را شرح نداده است، ولی قبلا اتحاد اروپا و سازمان عفو بین المللی از طالبان آزادی بلافاصله و به قید و شرط او را طلب کرده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان قبلا در توییتر گفته بود که فیض‌الله جلال برای تحریک مردم به ضد نظام و تهمت زدن برابران طالبان دستگیر شده است. مجاهد از جمله این استاد دانشگاه را به آن ابدار کرد که در شبکه‌های اجتماعی وزیر امنیت طالبان و یک عده دیگر از سران این گروه را شهروندان پاکستان گفته است که این تهمت است. دکتر فیض‌الله جلال زاده ولسوالی دروازه ولایت بدخشان افغانستان است که رساله دکتری خود را در تاجیکستان دفاع کرده است. او در گذشته از منتقدان شدید حکومت حامد کرزی و اشرف غنی به شمار می رفت و آنها را به فساد سراسری ابدار می کرد. فیض‌الله جلال با وجود اینکه در کابل درماند، همچنان سرسختانه و با صورت آشکارا از رژیم طالبان انتقاد می کرد و می گفت این رژیم با این سیاستی که پیش گرفته است فضا را در افغانستان باز هم بحرانی تر می کند.